به نام خدا. با عرض سلام و ادب، جلسه دوم رسیدیم به اینکه چرا باید کنترل کیفیت آماری رو توی آزمایشگاهمون انجام بدیم. دوستان، این مفهوم رو در قالب یه شکل خدمتتون توضیح میدم. سمت راست بدنی یک خودروی رو میبینیم در خط تولید یه شرکت خودروسازی. اینجا یک کارشناس کنترل کیفیت داره با بررسی فیزیکی این خودرو میفهمه که کیفیت خوبی داره یا کیفیت خوبی نداره این محصول. سمت چپ شما محصول یک آزمایشگاه هست که صرفاً یه سری عدده، مثلا CBC 12، وایت BC 4، وایت BC 12، RBC 4، هموگلوبین 11، هماتوکریت 34، یه سری عددن. آیا ما با دیدن این اعداد میتونیم بفهمیم که کیفیت خوبی دارن یا ندارن؟ مثلا من قند خون یه مریضی رو به دست آوردم 130، محصول کار من یه عدده. آیا با این عدد من میتونم نگاش کنم و بگم کیفیتش خوبه یا نه؟ مثل این خودرو ابدا نمیتونم هیچ قضاوتی بکنم، مگر اینکه یک سری روش‌های آماری رو به کار بگیرم. پس اینجا من مفهوم این سوال رو بهش میرسم که چرا ما باید کنترل کیفیت آماری رو انجام بدیم. دلیلش اینه که من از روی یک عدد صرفا نمیتونم بگم این خوبه یا بده، ولی از روی یک در واقع محصول فیزیکی مثل بدنی یک خودرو، مثل قطعات مختلف یک خودرو، میشه در واقع قضاوت کرد که این خوبه یا بده. یا مثلا توی صنایع غذایی از روی رنگش، طعمش یا این موارد میتونیم بفهمیم که یک غذایی کیفیت بدی داره یا خوبی داره. ولی توی آزمایشگاه ما با یک سری اعداد در واقع دست و پنجه نرم میکنیم که این اعداد رو ما نمیتونیم قضاوتی کنیم. تنها راهش اینه که ما اینها رو مثل خودش باهاش رفتار کنیم، یعنی طبق آمار باهاش، طبق قوانین آمار باهاشون بخوایم رفتار بکنیم. و اینجا در واقع بهتر نوشتیم که برخلاف محصول فیزیکی که جهت ارزیابی خوب یا بد بودن میتواند بررسی شود، شما نمیتوانید به عدد قند خون 130 نگاه کنید و بگویید خوب است یا بد است. نگاه کنید، دوستان ما توی آزمایشگاه مثلا یه عددی به دست آوردن در مورد قند خون یا هر تست کمی دیگری مثل تست‌های هورمون یا تست‌های کمی مثلا سرولوژی. خب نمیتونیم بگیم عدد 130 خوبه یا بده، مگر اینکه یک سری قوانین آماری رو به کار ببریم که میشه همون کنترل کیفیت آماری. اساس این کنترل کیفیت آماری چیه؟ برای انجام این کنترل کیفیت آماری ما از هر ماده‌ای نمیتونیم استفاده کنیم. ما باید یه ماده‌ای با ویژگی‌های مشخص، ثابت و پایدار داشته باشیم که اسمش نمونه کنترل یا نمونه شاهد. هر روز قبل از نتایج بیماران این نمونه کنترل رو که ما میدونیم در واقع عددش چنده به دستگاهمون میدیم. اگر دستگاهمون عدد مطابق با عدد واقعی رو به ما داد، یعنی کنترل کیفیتمون خوب بوده، میتونیم نتایج مریضمون رو گزارش کنیم. ولی اگر خارج از اون محدوده واقعیش بود، در واقع رد میکنیم، یعنی کنترل کیفیت ما ریجکت شد و اونو در واقع ریجکت میکنیم و میریم دنبال مشکل میگردیم و ببینیم مشکل از کجا بوده منشأش و راه حل ها رو پیدا میکنیم و در واقع اصلاح رو انجام میدیم و سپس اگر مشکل حل شد میتونیم نمونه های مریض رو به دستگاهمون بدیم و گزارش کنیم. پس اساس کنترل کیفیت آماری
به این صورت بود که ما یک ماده‌ای که عددش مشخصه، مثلا یه کنترلی من از بازار میخرم، عدد قند خونش بین 100 تا 110، من اینو هر روز به دستگاه هم میدم، دستگاه من باید تو این محدوده اینو بخونه. اگه مثلا 160 خوند، یعنی اون روز دستگاه من یه مشکلی داره و من کنترل کیفیتم ریجکت شده و باید دنبال راه حل بگردم. این کل مفهوم کنترل کیفیت آماری به زبان ساده در یک پاراگراف بود که خدمت شما عزیزان گفتم. یعنی صرفا هدف این ویدیو همین بود که ما بفهمیم چرا ما اصلا میایم سراغ کنترل کیفیت آماری.